تو قسمت اول این دوره با مفهوم بلاکچین و رمزارزها آشنا شدیم. حالا وقتش رسیده که بدونیم کجا میتونیم رمزارزهامون رو نگه داریم. ما برای نگهداری و معامله نیاز به کیف پول یا ولت داریم که این کیف پول‌ها انواع مختلفی دارن و باید بهتون بگم که هر فرد میتونه چندین ولت برای خودش داشته باشه. ولت‌ها به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتالی تقسیم میشن. اول با دسته فیزیکی شروع میکنیم. ما تو این دسته هم کیف پول‌های کاغذی هم سخت افزاری رو داریم. در واقع اطلاعات تو این دسته به صورت آفلاین ذخیره میشه، برخلاف دسته کیف پول‌های نرم افزاری یا دیجیتالی که باید روی سیستم یا گوشیتون نصبش کنید. پس همین آفلاین بودن باعث امنیت بیشتر کیف پول‌های فیزیکی در برابر دیجیتالی میشه. ذخیره رمزارزها روی کیف پول‌های کاغذی تقریبا منسوخ شده، پس ما کاری با این دسته نداریم. کیف پول‌های سخت افزاری ابزار فیزیکی و به شکل فلش مموری ان که مطمئن ترین و امن ترین روش ذخیره سازی و نگهداری از دارایی‌ها به حساب میاد. برای مثال من یه کیف پول سخت افزاری دارم اینجا، میخوام بهتون نشون بدم تا با شکلش آشنا بشید. کمپانی‌های مختلفی هستن که این در واقع کیف پولا رو به شما ارائه میدن و یکی از حالا بهترینش میتونیم به سیف بل اشاره کنیم یا کیف پولای لژر اشاره کنیم. این یه نمونه از کیف پول سخت افزاریه که همون جوری که میبینید در حال حاضر نه اینترنت داره نه به حالا سایت خاصی متصله. از همین بابت این در حال حاضر آفلاینه و هیچ کس بهش نمیتونه دسترسی داشته باشه و من وقتی اینو میذارم حالا یه گوشه خیالم راحته که هیچ کس دسترسی به این کیف پول من نداره. ببینید دوستان، توی یه سری از موارد واقعا فرقی نمیکنه که شما کیف پول سخت افزاری دارید یا کیف پول نرم افزاری. فقط کافیه شما به یک سایت اشتباه یا به اصطلاح فیشینگ وصل بشید که تمام دارایی که داخل کیف پولتون دارید و از دست بدید. از اونجایی که برای کیف پولای فیزیکی شما نیاز دارید که پول پرداخت کنید و بخریدش، پیشنهاد میکنم که برای سرمایه‌های بالای $5000 $10000 ازش استفاده کنید که برای خریدش هم خیلی کار سختی نیستش. یه سری سایت‌ها توی ایران دارن همین کار رو انجام میدن، میفروشنش. که برای مثال من کیف پول خودم رو از سایت ایرانی کارت خریدم و لینکش رو براتون پایین میذارم. میتونید برید کیف پولاشو ببینید، برندهای مختلفی داره و از سایتش میتونید استفاده کنید و خرید خودتون رو انجام بدید. حالا این از کیف پولای فیزیکی. راجع به کیف پولای دیجیتال اگه بخوام بهتون بگم، چندین شرکت هستش که این کیف پولا رو ارائه میدن و از خوباشون میشه به متاماسک، تراس ولت و سیف بلی که منم خودم یه دونه از کیف پولای سخت افزاریشو داشتم اشاره کرد که تو آخر ویدیو بهتون یاد میدم چجوری برای خودتون یه کیف پول خوب بسازید. حالا جدا از این که ما چه کیف پولی داریم، فیزیکیه یا دیجیتالیه، همه کیف پول ها از کلیدهای رمزنگاری شده منحصر به فرد تشکیل میشن که این خود این کلیدا دو تا حالت داره، یا کلید عمومیه یا کلید خصوصی. حالا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ کلید عمومی مثل شماره حساب میمونه. با این کلید ما میتونیم واریز و برداشت داشته باشیم. برای مثال شما وقتی برید بانک نیاز به یک کلید عمومی دارید تا بتونید برای شخصی که مد نظرتونه پول واریز کنید. دقیقاً این کلید عمومی حالا توی فضای بانکی میشه همون شماره کارت و شماره حساب، ولی توی فضایی که ما قرار فعالیت بکنیم یک رشته عبارت طولانی از اعداد و حروفه که شما میتونید از طریق اون واریز و برداشت داشته باشید. و اما کلید خصوصی، کلید خصوصی هم میتونه 12 یا 24 کلمه‌ای باشه یا به صورت یک عبارتی از عدد یا حروف باشه که از این کلید برای ورود به کیف پول و دسترسی به دارایی‌های ولت استفاده میشه که نباید با کسی به اشتراک بذاریدش و بهترین روش برای نگهداری از کلید خصوصی خودتون نوشتنش روی یه تیکه کاغذه. بذارید شب زیر بالش روش بخوابید، خیالتون راحت. اگر بخواید توی فضای سوشال مدیا مثل تلگرام روی صفحه سیو مسیجتون بذارید، ممکنه به هر دلیلی اکانت شما هک بشه و تمام دارایی‌های ولتتون از بین بره. حالا با من بیا یکی از پرکاربردترین ولت‌های دنیای رمزارزها رو بهت معرفی بکنم. متاماسک خیلی ولت خوبیه و خیلی هم ولت پرکاربردیه و از بیشتر شبکه‌ها و زنجیره‌ها ساپورت میکنه، ولی ممکنه برای استفاده روی یه سری شبکه‌های خاص مثلا
مثلا برای شبکه سولانا شما نمیتونید از والت متاماسک استفاده کنید و واسه این یک سری از بلاک چین خاص نیاز داری که ما والت جداگانه داشته باشیم که تو ادامه ویدیوها بهش میرسیم. حالا با من بیا روی تصویر تا بتونیم یک والت متاماسک بسازیم. برای ساخت کیف پول متاماسک فقط کافیه که توی گوگل بنویسید متاماسک اکستنشن و وقتی که صفحه باز بشه معمولا لینک اول میشه لینک خود سایت اصلی و لینک دوم میشه صفحه کروم که اکستنشن ها رو میتونید از داخلش دانلود کنید. من معمولا از صفحه کروم اکستنشن هامو دانلود میکنم. اینجا روی گزینه اد تو کروم که کلیک بکنیم اکستنشن برامون دانلود میشه و تقریبا 1 دقیقه زمان میبره تا دانلود بشه و نصب بشه روی سیستممون. به محض اینکه والت براتون دانلود بشه خودش یه صفحه جدید براتون باز میکنه که صفحه به این شکله. روی گزینه اول این تیکش رو فعال میکنیم و از ما میخواد که یا یک والت جدید بسازیم یا اگر یک والت قدیمی داریم داخل این والتمون ایمپورتش بکنیم. حالا ما برای شروع یک والت جدید میسازیم، create new والت رو میزنیم. توی این قسمت باید یک رمز برای والت انتخاب بکنیم که حالا من همینجوری رندوم یه رمزی میزنم. خیلی نگران رمز والتتون نباشید، در صورت اینکه فراموشش بکنید با داشتن سید فریزاتون یا همون کلید خصوصیتون دوباره میتونید والتتون رو برگردونید. توی این قسمت داره بهمون توضیح میده که حتما شما باید حالا اون 12 یا 24 کلمه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم و یادداشتش کنید و نگهداری بکنید ازش، که حالا 2 تا گزینه داره، یا همین الان بعد انجامش بدیم یا حالا بعدا از توی ستینگ بعد انجامش بدید، که من همیشه پیشنهاد میکنم همین الان انجامش بدید، یعنی لحظه ساخت والت، چون ممکنه به هر دلیلی فراموش کنید، ویندوزتون دچار مشکل بشه و دیگه دسترسی ندارید، به هیچ وجه نمیتونید والتتون رو برگردونید. پس همین الان ما میریم با هم دیگه از سید فریزامون یک بکاپی بگیریم. اینجا روی گزینه ریویل اگر بزنیم اینجا 12 کلمه رو داره به من نشون میده که این 12 کلمه رو شما وقتی که نوشتیدش روی گزینه نکست که کلیک بکنید یه 3 تا از در واقع سید فریزا رو جاشو خالی کرده و به ما میگه که خب شما که یادداشت کردی بیا اینجا رو پر بکن و روی گزینه کانفرم کلیک کن. در واقع این کارم به این علته که متاماسک مطمئن بشه که شما اون سید فریزا رو یادداشت کردید و همینجوری الکی روی گزینه بکاپ کلیک نکردید. اون 3 تا جای خالی که وجود داشت من پر کردم و همونجوری که میبینید گزینه کانفرم برای من فعال شده. روش کلیک میکنیم. خب والت برای ما ساخته شده. اینجا در حال حاضر موجودی داخل والت نیستش، ولی ما از اینجا به بعد اگر قصد داشته باشیم چیزی واریز به والتمون داشته باشیم خیلی راحت میتونیم انجامش بدیم. کلید عمومی که راجبش صحبت کردم باهاتون توی قسمت بالا اینجا میتونید ببینیدش. وقتی موس رو ببرید روش میتونید کپیش کنید و برای واریز ازش استفاده کنید. حالا اگر به هر دلیلی شما والتتون رو ساخته بودید و از سید فریزاتون یا همون 12 کلمه بکاپ نگرفته بودید خیلی کار سختی نیستش. روی این 3 تا نقطه کلیک کنید، وارد ستینگ بشید، روی گزینه سکیوریتی اند پرایوسی که بزنید اینجا دوباره گزینه ریویل سیکرت ریکاوری فریزز رو میبینید که اگر روش بزنید یه چند تا سوال ازمون میپرسه که این سوالا هم برای اینه که مطمئن بشه که ما در واقع کانسپت قضیه رو متوجه شدیم و میدونیم که اگر سید فریزامون رو از دست بدیم خود متاماسک کمکی نمیتونه به ما بکنه و عملا والت ما از دست میره. تو این قسمت هم میگه که رمزی که برای والت گذاشتیم و وارد بکنیم. به همین راحتی ما دوباره بعد از اینکه والت رو ساختیم تونستیم به سید فریزامون دسترسی پیدا بکنیم. حالا این سید فریزا در واقع کلیدی ان که شما میتونید وارد والت بشید و فرقی نداره والت رو شما میخواید داخل متاماسک بیارید، میخواید روی تراس والت بیارید، بیا تا روی یک والت دیگه این سید فریزا رو بیاریم بالا تا متوجه منظور من بشید. یکی دیگه از والت های خوب دیجیتال تراس والته که اکثر شبکه ها رو ساپورت میکنه و فقط دوباره کافیه که ما اینجا بنویسیم تراس والت اکستنشن. دوباره صفحه اول صفحه رسمی تراس والته و صفحه دوم صفحه کرومه. روی گزینه اد تو کروم دوباره میزنیم تا والت برای ما دانلود و نصب بشه. دقیقاً بعد از دانلود مثل متاماسک یک صفحه جدیدی برای من باز شده که دقیقاً اینجا هم داره به من میگه یا شما باید یک والت جدید بسازی یا اگر سید فریزا
رو داری میتونی ایمپورت بکنی. از اونجایی که من توی متاماسک یک والت جدید ساختم، میخوام توی تراس والت اینجا ایمپورتش بکنم. روی گزینه ایمپورت که کلیک بکنم، اول از همه به من میگه یک رمز برای تراس والت بذار. خب میرسیم به این قسمت که باید 12 کلمه‌ای که دارم و وارد بکنم. اون 12 کلمه‌ای که من از متاماسک گرفتم و میام حالا اینجا دونه دونه واردش میکنم، ببینیم چی میشه. الان اینجا من 12 کلمه رو وارد کردم. ببینید دقیقاً همون 12 کلمه‌ای هم هستش که از متاماسک گرفتمش. گزینه نکست برای من فعال شده، روش کلیک میکنم. دقیقاً الان من اون والتی که برای متاماسک ساختم و روی تراس والتم دارمش. پس در واقع اون 12 کلمه‌ای که ما به دست میاریم و با یک الگوریتم خاصی هم به وجود میاد، میشه کلید ورود ما به والت. حالا فرقی نداره ما این والت رو بخوایم روی تراس والت بیاریم بالا، سیف بل بیاریم بالا، یا حتی اصلا بلاک چین‌های متفاوت. یعنی اگر ما بریم الان برای سولانا ما کیف پول فانتوم رو داریم، اگر فانتوم بسازیم و این 12 کلمه که داریم و روی فانتوم ایمپورت کنیم، دقیقاً همین والت برای ما بالا میاد و میتونیم روی شبکه سولانا هم واریز و برداشت داشته باشیم. زمانی که شما تراس والت رو میسازید، به صورت دیفالت یه سری توکن و کوین بهتون نشون میده که حالا اصلا ما کاری باهاش نداریم. پایین ترین قسمت منیج کریپتو رو که بزنید، تمام این تیکا رو میتونیم بزنیم و اون توکنایی که مد نظر خودمونه رو وارد تراس والت بکنیم. حالا همه اینا رو برمی‌دارم. برای مثال من با این 4 تا ارز کار دارم و اینا رو فقط گذاشتم توی تراس والتم. حالا اگر بخوایم شما واریز یا برداشتی داشته باشید، 2 تا گزینه توی همه کیف پولا وجود داره، گزینه سند و ریسیو. که الان برای مثال من اگر بخوام یه چیزی رو وارد کیف پولم بکنم، کافیه روی گزینه ریسیو بزنم. برای مثال میخوام USDT بریزم به کیف پولم. زمانی که روی USDT کلیک بکنم، یک آدرسی به من میده که این دقیقاً همون کلید عمومیه که گفتم خدمتتون، میتونید برای واریز و برداشت ازش استفاده کنید و با کپی کردن این و پیستش توی اون در واقع صرافی که شما میخواید ازش ارسال بکنید، خیلی راحت اون دارایی شما جابجا میشه و به کیف پولتون میشینه. حالا برای اینکه قسمت‌ها طولانی تر نشه و شما هم حوصلتون سر نره، این قسمت رو تا همینجا میذاریم باشه و برای قسمت بعدی دقیقاً بهتون یاد میدم که چجوری میتونید ریال خودتون رو اول از همه تبدیل به دلار بکنید و چجوری میتونید دلارتون رو واریز به والتتون بکنید. امیدوارم که این قسمت براتون مفید باشه. موفق و پرپول باشید. خدا نگهدار.